بسم الله الرحمن الرحیم. د تاریخ اول نه د خداوند متعالی توفیق د مردم کویته دادن که در 40 و پیدل روی نجف تا کربلا که است برای خدمت زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام که است یک موکب د نام علمدار کربلا برگزار کنند. در زو موکب علما، جوانا و بزرگوارای که از مملکت های مختلف آمدن خدمت انجام دادند. الحمدلله من از این عالمی اجتماع که است نامی مردم کویتم که است به عنوان خادم امام حسین علیه السلام که است ثبت شده. این زحمات و این خدمت ها در نیابت شهدای مظلوم کویته است که اونا او حق را که بلیز مدره ما کوشش مونیم که قد از این خدمت ها امو قصد که موشه او حق از اونا را ادا کنیم. در گذشته 20 خونین سال که مو زیر بار ظلم بوده و هزارها شهدای را که مدده این دوره یالی حصه تاریخ از موجور شده که دنیا مورد نام همزی میشناسه، که دنیا مورد همزی چهره میشناسه، که مو ظلم و ستم را تیر کده، مو شهدای را دیده، لیکن مو استقامت کده، مو مقاومت کده و مو تسلیم نشده. این ذمه‌داری هر فرد قوم است که اونا این تاریخ را باید زیاد نره، این تاریخ را باید همیشه زنده بیله و او قربانی ها و او ایثاری از شهدا را همیشه باید زنده بیله. در غیر ازی اگر مو تاریخ را فراموش کنی و اگر مو از چیزا عبرت نگیری، این قانون قدرت است که او تلخترین پهلوی از تاریخ دوباره بلیزمو تکرار میشه. مثل پارسال امسال هم موکب علمدار کربلا میخواهد دمانیزی کار خیری که در شکل خدمت زائرین آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام است شهدا را هم سهیم قرار بده و اونا را هم که استمانیزی کار خیر شریک قرار بده. لذا مو از خانواده شهدا گزارش مونیم که اونا کدی از مو نسبت ده از این کار همکاری کنن، چون پارسال مو اکثری از تصاویر شهدا را نداشتیم و میخواهیم تا که تمام شهدایی که برگردنی از ما حق دارن اونا دمانی از کار شریک باشند. لذا ما میخواهیم از خانواده شهدا که دمانی از کار خیر کد از ما سات بدن و بایم ای فرهنگی که در نام زنده ماندن یاد شهدای از موستر تازه بیلیم و کدی موکب علمدار کربلا همکاری کنیم. شهدای کویته هم شهدای راه کربلا هستند و در زی اجتماع عظیم 40 از ملکای مختلف مردم مایه و ما میخواهید در زی اجتماع عظیم شهدای مظلوم کویته را معرفی کنیم. از خانواده شهدا، رشته دارا، دوستا، از تمام از بزرگوارا میخواهید که فوتوهای از شهدا که در زی ایمیل ادرس و فیسبوک اکاونت که است رای کنیم و از شما بزرگوارا میخواهید که خوب کوالیتی ویدیوز یا حتی فوتوز که گیر از شما از خاطرات از شهدا هسته او را قد از مو شیر کنینک و در آخر انشاءالله مو این ویدیوز و فوتور که است ایدیتینگ مونی و در موکب انشاءالله در جایی که مناسب باشه استفاده مونی. از تمام شما التماس دعا داره یا کربلا